جشنی زاد روز شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روزی فیروزی شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روزی فیروزی شما. شادند از آن که روزی فیروزی شما. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نکویتان مبارک مبارک. دل شادیم از غم همه آزادیم، مایان همه دل شادیم از غم همه آزادیم. تبریک شما گوییم از بزم و طرب شادیم، تبریک شما گوییم از بزم و طرب شادیم. صد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نکویتان مبارک مبارک. خوشبختی زمان باشه، ما اهلی هنر خواهیم خوشبختی زمان باشه. در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه، در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه. امروز که روزی جشنی زاد روزی شما، در زندگی خوب و خوشترین روزی شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روزی فیروزی شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روزی فیروزی شما. شادند از آن که روزی فیروزی شما. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نکویتان مبارک مبارک. روزی تولدی تو مبارک شود، بختی تو شادی تو مبارک شود. روزی تولدی تو مبارک شود، وقتی تو شادی تو مبارک شود. خدا دهد برایت عمر درازه، خدا دهد برایت عمر درازه. یک گویم همه مبارک شود، یک گویم همه مبارک شود. مبارک شود مبارک شود، روزی تولدی تو مبارک شود. مبارک شود مبارک شود، روزی تولدی تو مبارک شود. السلام علیکم دوستان عزیز، بیننده های عزیزی ما. امروز ما حضور داریم در خانواده جابرمک برای تبریک کردن عروسی خاندانشان. برای تبریک کردن فیروزه بانو آمدیم. از نام پدرشان که در مسافرت هستند، از نام شوردکه شهرام جان، رضوان جان، برادران عزیز، از نام مادرشان شاید خاله تبریک میگوییم. آن لحظه های خورسندی رو همراه شمایان به هم میبینیم. مانند هر روز و هر وقت با ما باشید که ما آغاز میکنیم. رفتیم.
السلام علیکم مهمانان عزیز، مادران مهربان، همه شمایان را به خانواده جابیرمک ماهی خاله خوش آمدیتان میگوییم. من نوعروس نازنین خاندان، البته شب و روز در خدمت این خاندان هستند. امروز جشن زادروز داشتیم. فیروزبان را تبریکگویی آمدیم که پدر عزیزشان در مسافرت هستند. از نام پدرجانشان، از نام شهردکه، از نام برادرانش شهرام جان، رضوان جان و از نام مادر مهربان که صاحب خلط سفیدی هستند که همیشه در خدمت مردم هستند، از نام شاهد خاله تبریک میگوییم و البته به نزدشان تکلیف میکنیم. ماهی خاله همینجا باشند، اگر ماهی خاله تکلیف کنیم مادر جان عزیزشان را به مولاد باشند، اگر تکلیف کنید ماهی خاله را بود میگوییم. امروز از نام دو برادرتان، از نام شهرام جان، از نام رضوان جان که مهربان ترین انسانی ما هستند گفتند، شاهد خاله نزدیک در میستیم. امروز خواهر عزیزی من جشن زادروزش است، از نام ما رفته برای مهربانی ما، برای دلسوزی ما، من تا تویش رگشه همیشه در خدمت ما بودند. پدرم در سفر بودند، مادرم در خدمت خلق بودند. شستشوی خاندان، طعام‌های با لذت را نمی خواهر من تیار میکرد برای ما. همه خدمت‌های ما را به منت ادا میکرد. من امروز به خاندانی بخت گسل کردیم. خدا کند که در آن خاندان همیشه شکوفان شود، صاحب فرزندهای صالح و صالحه بیند. ما تا جانها شویم و گوهرهای کلان گرفته برای دیدن جیانهای خود رویم. روزی خرسندیش مبارک باشد. امروز از نام رضوان جان، شهرام جان برای شما میگویم به مولود دلافروزت تو را تبریک میگویم. به مولود دلافروزت تو را تبریک میگویم، به جشن فیروزت تو را تبریک میگویم. با گلزاری حیات تو زینو فصل بهار آمد، با استقبال نوروزت تو را تبریک میگویم. در این شام فرح افزا ز هر جا نور میبارد، با نور شام چون روزت تو را تبریک میگویم. روزی زادروزتان مبارک باشد. حاضر ماهی خاله آمدن بینیم، ما تا در آمد سورپریز بود، دیدن سورپریز را ماهی خاله گفتن که من سر دیگ با امروز زادروزی کلینم باشد، من خدمت کلینم با گفته از سر دیگ باید از آبی کافته یافته آمدیم شما. امروز زادروزی دختر مبارک باشد برای شما، همیشه شب و روز در خدمت شما، در خدمت جابیرمک باشند. حاضر همراهی پدرشان، همراهی شاهد خاله صحبت کردیم. ما البته هیچ وقت خطا نکردیم، برای اینکه ما کار به تشویش زندگی باشه. من پستی و بلندی زندگی را برای دخترم آموزنده ایستادم. هر یک آن مصلحت ها، هر یک دعاهایشان برای ما البته هم دور و گوهر است گفته شما را تشکر رساندن. از نام پدرجانشان، از نام شهردکه، از نام شاهد خاله برای شما تشکر میگوییم، برای که این خیل عائله خوشبخترین را سر و برش ما هست جابیرمک هستند. روزی خرسندی عروسی نازنین مبارک باشد. حاضر فیروزبانان نیت های نکوی پدرتان را برایتان میرسانیم که از مسافرت برای دختر نازنینی من رسان گفتند. 19 سال پیش انا همین روز برای من خداوند کریم یک کلیدی در جنت را تحفه کرده بود که نامش را فیروزه نهادیم. من الکی امروز صاحب بخت شده است. از آن روزی که به دنیا آمد آرزو کرده بودم، نیت کرده بودم که از خاندانم با یک پیراهن لباس سفید طلایی از خاندان من و خاندان بخت گسیلش کنم. خدا با شکر که من این روز را دیدم. از خداوند هزاران بار شکرانه میگویم که یک با انسان‌های صمیمی، خاکسار، مهربان عائله رشته خداگری را پیوست کردیم. خدا کند که این رشته ما هزار ساله ها باشد. همراهی جابر بابا یک ختنه‌توی کلان کنیم، رفته در آن ختنه‌توی یک توی کلان برای خلق خیر و احسان کنیم. خدا نیت‌هایم زیاد است. برای دختر نازنینم رسانید که دخترم قدری همین عشق بدان، دخترم قدری همین عشق بدان، شوهرت را دوست دار از دل و جان. دخترم در راهی طولانی عمر قدم از قدمش دور نمان. دخترم شوهرت آینه ای توست، نصرت و گرمی کاشانه ای توست. و غم و شادی و بربیش و کمت همراه و همدم و همخانه ای توست. دخترم گیر دعا از مادر، گوش کن حرفی سزاواری پدر. دخترم گیر دعا که دعا به زهر دور و گوهر.
دخترم قدری همین عشق بدان، شوهرت را دوست دار از دل و جان. امروز شهرت دمک میگم برای فیروزه بانو، اگر همین خدمت جابیرکه و خاله جان عزیزت را ماوی خالد را کند، اگر من هزاران بار راضی هستم از این خیلی تربیت کردگی دخترم همیشه در آن خاندان در خدمت باشد. هر بار که پدر مادرش هلاک شده از کار و از تشویش های زندگی می بیایند خدمتشان بشود و خوش آمدید بیملا جان، بولمک جان، چای کبود می چای سیاه می گفته پیش که دسترخوان کند اگر از آنها عائله خوشبخت نیست. گفته برای آنها تحفه های ارزنده و زیبنده داریم. البته از نام شهرام جان، رضوان جان گلدسته تر و تازه برای خواهر نازنینشان آماده کردیم. یعنی کرتک میزنیم، تحفه ها را میسپاریم. زاد روز مبارک باشد، مبارک باشد. و البته از نام پدرشان، از نام مادرشان، از نام شهرتکه شاید خاله برای امروزه دختر نازنینشان البته ضرور زیورهای زیبا داریم. با این خاله خودتان تقدیم میکنید برای عروسی نازنین. مرحبا، مبارک باشد. مادرجان عزیز، با این خاله خودتان شرکت مهمان با خوش آمدید. گفته امروز عروسی نازنین را تبریک میگوید. مرحبا. نه اینجا بیا، شما کلون هستید. نه اول شما کلون هستید. السلام علیکم مهمانان عزیز. اولا خوش آمدید به روزی زادروزی نبیره عزیزم فیروزه جان. خوش آمدید. الهی فیروزه 100 ساله شود، خدایانش قد خوشه پیری به دولت شود. الهی اینا ببخشم بسخشم سیر دولت سیر فرزند شود. ساق و سلامتک دستکش بگیره. اینم به قطار کو به قطار بنده های نیک اینم ساق سلامتک فرزندک شود. دستکش گیره. هم یک تو خوش آمده پیری به دولت سیر خدایانت قد خوشه پیر شوی بود. خوش آمده هم یکتون در این روزی زادروزی کلینکی من این دمان کلون سه دختر اومد دما خدا بشکر با نوروم آینده با دختر اومایسن با نیت دختر بستیم چقی باشه کم دمون همینو بخلی شون شد دیگر هیچ در کار نیست. خوش آمده هم یکتون. در دو جهان خدا یارت شود، لغو تخفی در کنارت شود، آینه گردد صفی رویت خدا رساند و مقصد دلت. ای خدا رو بر نام پاکی رسول دعای من آسی را تو ساز قبول. من دعایت میکنم از دل جان، هر وقت ساخ سلامت در عائلت ساخ سلامت باش. السلام علیکم مهمانان هموطن، خوش آمدید. من به درگاه نیوروی مون هموطن من سببگار اینجا من زادروزی فیروزه وای می باشد. میخوایم که فیروزه وای با همسرش الهی ساخ سلامتک همسرش که فقط ساخ سلامت گردد الهی مکک خوشه پیر شوند پیری در بدولت شوند دولتکای پیری بیدردی بیغمی بیرنجی بینن ساخ سلامتک دستکش بگرفته هم یکای شما هم باز همین خیل روزکای نکی همینو با حاضر و ناظر قادر شد. امروز
یعنی من فیروزه روز زادروز دارد. فیروزه با همه روز زادروز تبریک میکنم. الهیم 120 ساله شود. هیچ هم درد دنیا نبینم. همه وقت سوق سلامت گرده. سوق سلامت که دخترم پسرم سوق سلامت که دستکش بگیره. مول شوند. الهیم سر بچه شود. خوجایش که قوشه پیر شود. پیری به دولت شود. همه وقت انم خیلی بهار برین. وقتی بهار به زایدشتگی بهار برین گل شکوفا شده گرده. سوق سلامت باش. سری دادت به بید به همه سرش به سوق سلامت گرد. رحمت تشکر. اکنون ما خلا نزدیکتر میستیم. آنها جان ها یک جای شاید خلا شما نزدیکتر میستیم. شیرینی رو میبریم. مرحبا. روز خورسندی را مبارکباد میگویم. پایرانه اناقه روزهای خورسندی به دیده رسیم. من بهار آمد. با آمدن بهار روزهای خورسندی آغاز می شود. هر روز در خاندان مردمی عزیزمان بزم است روز خورسندی. بگذار به استقلالیت وطنمان چشم نرسد. الان خیلی زیبا شده. زن بانوان هیچ وقت کسل نشوند که همیشه شکوه زیبایی خاندان مادران عزیز ما هستند. البته با سخنهای تبریکاتی باشد. اگر کلاسیکوم اینجا شما باشد نایبت هم که اینجا بازی. یک تا سخنهای تبریکاتی را شنویم. دوستان عزیز، من از این فرصت استفاده برده فیروزه رو با این روزی زادروزش تبریک نمونده. میخواستم تمام خوشی زندگی رو با وی تمنا دارم. میخوام با داماد همیشه خوشپیر شوند و سر بچه و سرکچه شوند. فیروزه جون رو تبریک میکنم با این روز زادروزش. پیر به دولت شو، خوشه پیر شوی، روزکای نزد بیر، همه وقت ساخ سلامت کرد سری محمد. از نام پاک دادرم با تبریک از اهل آهیده غفورفا تبریک میکنم. اولاد
زای رفت دون که دندون ما تاجی سر هم یک کتنو با همه کلمه رو باید روزی توجه تبریک و مربوط میگنیم ایلویم 100 ساله شوند ایلویم ایم صبح همه در خاندان گواره و با گوشت همه خیال روزهای نباشنه چی نیت که دارن همیشون نیت باشون باشن السلام علیکم میمونکو خوش آمدید اون قدر گوی خواهرم هر قدمی مونده اومده نوری دیده توجی سر کلم لو شما یا زادروزتون تبریک میکنم جهان جیانم کتی خوشحال شوه فقط روزای دندونم خیلی خوشنده کتی گذاره این سال این چوقی گواره بندم خوب لایق همین خانه به گواره بندم بدیو چی میگم هم موتان سه و خوشتون و یک بار تبریک میکنم زادروز کردیم حاضر باشد بهار است وقتی زیبایی بیایید یک جای زیباش رقصیم خرسندی کنیم شادیانه کنیم آقای خاله همه امروزه مهمانان را به علمین بیرون تکلیف کنیم یک جای رقصیده خرسندی کرده امروزه شادیانه را دوام میکنیم مرحمت
امور عجیب است عزیزان. هر یک لحظه های ما غنیمت است. نبینید که خودی حاضر آغاز کرده بودیم برنامه را، الکی باقی رساندیم و همراه شمایان به هم دیدیم. میگویم خود را احتیاط کنید، برای انسانیت پیش از همه گنجینه بهترین صحت سلامتی شمایان است. البته با ما باشید، با شبکه شهنان و در پناه خداوند باشید.